سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ بچه‌ها من فاطمه ملقب به فافا. امروز اومدم یه بیوگرافی کامل تقریبا بهتون بدم. پس بزن بریم. خب بچه‌ها من یه باکس گذاشته بودم و اینکه گفتم که سوالاتی که درباره من می‌خوایم بدونید رو این تو بگید و رندوم سوالایی که تو دایرکت از من می‌پرسیدید و از یه سری دوستام هم درخواست کردم که برای من یه سری سوالاتی که راجع به من دوست دارم بدونن رو بنویسن و بهم بگن. منم همه رو تو این دفتر نوشتم دونه دونه و اومدم که براتون یه بیوگرافی کامل از خودم و معرفی خودم رو بهتون بگم. پس بزن بریم که شروع کنیم. اولین سوالی که از من خیلی میپرسن این که چند سالته. واسه اولین بار میخوام سنمو بهتون بگم. متولد 1381 9/6 هستم. یعنی فکر کنم که 21 یا 22 باشم. بعضی میگم 22 سالمه ولی من خودم میگم 21 سالمه و 6 آذر هستم. و اینکه از من پرسیدن که اهل کجایی. اینم این سوالو خیلی از من میپرسن. من اهل مازندرانم و اینکه تو خود مازندرانم زندگی میکنم، شهرستان آمل. از من پرسیدن که مثلا شغل چی و اینا. من شغل اصلیم کاری که میکنم خیاطی میکنم و اینکه در کنارش کارهای هنری انجام میدم، یوتیوب انجام میدم. بعد از من پرسیدن که رشته‌ت چی بوده؟ کنکور رتبه چند شده؟ بچه‌ها رتبه کنکور رو هیچ وقت از کسی نپرسید، چون که اصلا یه چیزیه که کار به شخصی بودن این چیزا نداریم. یه ذره کسی نپرسید دیگه، چون به خودش مربوطه. کسی هم اذیت نکنید. من رشتم انسانی بوده، برعکس تمام کسایی که فکر میکنن من میشناسن خیاطم فکر میکنن که من رشتم کلا رشته هنرستانی بوده، ولی نه، من انسانی بودم. درسم هم خیلی خوب بود، خیلی هم رشتم رو دوست داشتم، ولی خب دوست نداشتم تا دانشگاه ادامه بدم. برای همین خیلی زود وارد حوزه کاریم شدم و چه بهتر که آدم پول به دست بیاره. من دانشگاه نرفتم و کنکورم ندادم. یه سوال از من پرسیده، یکم خجالت آوره. از من پرسیده که تا حالا سکس داشتی؟ بچه این خیلی شخصیه و اینکه حالا واسه منی که جوابش الان میخوام بگم نه نداشتم راحته، ولی واسه کسی که حالا شاید داشته حالا نداشته، اصلا گفتنش زیاد خوب نیست. این سوالش نمیدونم چون انقدر کنجکاوید راجبش که آدم بدون رابطه داشته یا نه. بعد از من پرسیدن رنگ مورد علاقم چیه. بچه‌ها رنگ مورد علاقه من واقعا یعنی همه رنگا رو من دوست دارم. رنگای مورد علاقه من بخوام بگم نارنجی، قرمز و سبزه. سوال بعدی که از من پرسیدن این که تو رابطه بودی یا تو رابطه ای. فکر کنم کلا می‌خواست ببینه من تو رابطه‌ام یا نه. بچه‌ها من خیلی وقته که وارد رابطه خیلی جدی نشدم، یعنی حدوداً چند سالی میشه و یه سری رابطه‌ای شورت بوده کوتاه، یعنی رابطه که نه آشنایی بوده، مثلا برام ببینم اوکی یعنی مثلا برام میخوره میام. بعد اینکه نوشته که غذای مورد علاقت من از یه دختر شمالی نپرسید چه غذایی دوست داری، چون همه چی رو دوست داره. بعدش هم برنجم خیلی دوست داره ها، خیلی، یعنی من خودم شخصا خیلی برنج دوست دارم. و اینکه اگه بخوام حالا بین اون همه غذای خوشمزه یه غذا رو انتخاب کنم، ماهی رو انتخاب میکنم. ماهی خیلی به خصوص اگه ماهی درست کرده خانواده خودمه، چون احساس میکنم که مامانم و زنموهام خیلی ماهی رو خوب درست میکنن، همچنین خالم. و تفریح مورد علاقت. بچه‌ها تفریح مورد علاقم کلا دور زدن رو خیلی دوست دارم. باورتون شاید نشه ولی خیلی دور زدن دوست دارم، اونم با موشی. مثلا من بشینم کنار سمت شاگرد اینا، بعد یکی رانندگی کنه من کل اون مسیر رو ببینم. بعد پیاده روی هم خیلی دوست دارم، یکی از تفریحات مورد علاقمه. بعد اگه بخوام مکان بگم، مکان مورد نظرم واسه تفریح جنگل، سرسبزی رو خیلی بیشتر دوست دارم تا مثلا با اینکه خودم اهل شمالم و دریا و این چیزا جذبم. بعد سوال بعدی این که این مطمئنم دوستم برای من نوشته. بعد نوشته اگه 10 میلیارد پول داشتی چیکار می‌کردی؟ واقعیتش اگه من الان 10 میلیارد پول داشتم شاید مثلا میرفتم 20 میلیونشو واسه یوتیوبم خرج می‌کردم و بک‌گراند خوب، یه گوشی خوب ترجیحاً و حالا این کارا. بقیه رو بیزینس
از تو بیزینس و مثلا ارز دیجیتال و طلا و این چیزا حتما استفاده میکردم. بعد اینکه تایپ پسر مورد علاقه، وای این خیلی مفصله. بعد چی جوری بخوام اینو توضیح بدم تایپ پسر مورد علاقم؟ بچه‌ها برای من تو پسرا همه میگن وای نمیدونم قدش بلند باشه و نمیدونم هیکلش فلان باشه و این چیزا. برای منم مهمه ولی نه به اندازه‌ای که خیلی داره بولد میشه تو سوشال مدیا و خیلی دارن روش فوکوس میکنن. من بیشتر برای من واقعا میخوام واقعیتشو بگم خیلی فیس برای من مهمه که فیس طرف به دل من بشینه، چون که آدم زشت هیچ وقت تو دل آدم نمیشینه، ولی خب قیافه که به دلت نشسته و قشنگه و این چیزا از دید خودم نه از دید ملت پسری که به دل خودم بشینه خب حداقل خوشگل باشه و این چیزا، خب بعدا میخواد معمولی بشه حداقل خوشگله که معمولی شده، زشت که نیست که از اولا تو دلم نرفته باشه. که فیس برام خیلی مهمه، بقیه‌اش واقعا رفتارش با من، دوست داشتنش با من، اگه بخوام عاطفی اینا بگم فکر کنم منظورش هم همین بود، رفتار عاطفیش با من، رفتار شخصیتی و مثلا دوستانش با من، بعد حس اون امنیتی که یه پسر میخواد بهم بده، اینا خیلی برام مهمه. قد برام مهم نیست ولی دوست دارم که حداقل مثلا 10 سانت پسر از من بلندتر باشه. من خودم 165 قدم، اینم یه بیوگرافی از من، قدم 165 و اینکه در مثلا 170 باشه، 170 که اوکیه به نظرم، بازم 173 و اینا. سوال بعدی که رفیقم پرسیده از من پرسید که پسر پول داره قد کوتاه، پسر بلنده فقیر. بچه‌ها واقعا برای من نمیگم پول مهم نیست، پول مهمه، ولی خب خودم هم دارم تلاش میکنم دیگه. همیشه میگم هر چیزی که من باید انتظار داشته باشم اول به خودم داشته باشم. حالا بعضی چیزا ممکنه نداشته باشم، نتونم خیلی زود بهش برسم، پس انتظارات آنچنان خاصی هم ندارم. این دلیل بر اون نیست که بگم من لایقش نیستم، من لیاقتشو ندارم، مثل این روانشناسیای زرد داخل این اینستاگرام، تو دختر باید لیاقتت که با پارتنری باشی که نمیدونم BMW داشته باشه، پارتنری باشی که برات خرج کنه. عزیزم هر چی که خودم هستم این خودم دوست دارم دیگه. حالا یه لول بالاتر که باعث پیشرفت من بشه و باعث پسرفت من نشه، یه لول یا 2 پله 3 پله از من بالاتر که من اینو ببینم باعث پیشرفتم بشه، همین. و اینکه پسر پولدار و قد کوتاه گفتم من تازه قبل این الان گفتم دیگه، قد برام مهم نیست هیچ کدوم، اصلا این حق انتخاب انقدر مزخرف بود اصلا دوست ندارم انتخابش کنم. تا حالا چند تا دروغ گفتی و بزرگترینشون؟ اینجا من خیلی دروغ گفتم و میشه بگفت که بیشترین دروغم به خانواده‌ام گفتم که خیلی رو من حساسن و اینا. بعد اینکه دروغ که نمیشه گفت، بیشتر پیچوندمشون، نه اینکه یه چیزو از قصد بهشون نگم، مثلا پیچوندم دیگه یکم. بعد اگر شخصیت کارتونی بودی کی بودی؟ بچه به نظر من شخصیت کارتونی بودم اون دختره بود که موهاش فرفری بود و نارنجی بود، اسمش چی بود؟ مریدا؟ نمیدونم مریدا بود کی بود، احساس میکنم اونم، چون به شدت خلق و خو و جسور بودن و شجاع بودنش و اون خانواده و اون اصلا اتفاقاتی که تو اون انیمیشن میفته، انیمیشن شجاع بود میفته، فوق العاده شبیه خصلت منه و اون حالتاش خیلی شبیه منه. بعضی که شبیه اون دختر موفرفریه که موهاش نارنجی میشدم، تازه موهاشم خیلی دوست دارم. بعد اینکه بهترین هدیه از نظر تو؟ من کلا هدیه دوست دارم، کی که دوست نداشته باشه، حتی چیز کوچیک. من خیلی خوراکی دوست دارم واقعا و سبزیجات، جدی میگم. یعنی یکی بیاد بهم دسته گل کاهو بهم بده، من از صمیم قلب عاشقش میشم. غذا خوراکی خیلی دوست دارم به عنوان اینکه بخوام بهم هدیه بدن. بعد لوازم تحریر خیلی دوست دارم، چیزای کیوت و کوچولو موچولو، نه که کیوتن اینا، و لوازم آرایش. یعنی 3 تا چیز میتونم بگم: خوراکی، چیزای کیوت مثل لوازم تحریرای کیوت و با نمک عروسکیان، و لوازم آرایش خیلی دوست دارم. عاشق میکاپ کردنم. خب سوال بعدی، آشپزی بلدی؟ چه غذاهایی رو بلدی درست کنی؟ بچه‌ها به نظر من تمام دخترای شمالی اکثرنش حتی میتونم بگم که آشپزی رو بلدن، حتی شده یه دونه غذای شمالی رو بلدن درست کنن. من خدا رو شکر آشپزی بلدم و چه غذایی هم بلدم درست کنم، بیشتر غذای شمالی رو من بلدم درست کنم.
و خدا رو شکر کینی هم درست میکنم، یه سری بعضی چیزام ابتکاری در میارم، خیلی خفنه، خیلی دستپختم هم که خدا رو شکر. من دیگه دوستان باید بهم بگن دیگه، یعنی اینجا تعریف کنیم دوستان، یا بگید چقدر دستپختم خوبه. نظر راجع به پسرای امروزی به نظرم پسرای امروزی خیلی دارن از حد خودشون میگذرن و اصلا نمیدونن از خودشون چی میخوان، اصلا کاری به جامعه هم ندارن، اونا اصلا نمیدونن از خودشون چی میخوان، اصلا متوجه رفتارها و برخوردها و تکستا و حرفا و ریاکتایی که دارن میدن و متوجه نیستن. انقدر که سوشال مدیا یه سری چیزا رو بول کرده، مردم دیگه نمیدونن خودشون چی میخوان، بعد هی میمونن این وسط که مگسه رو نمیدونم چرا انقدر دور و بر من میچرخه. اصلا نمیدونم دقیقاً چی میخوان. بعد اینکه نظرم اینه که یکم باید تأمل کنن، یکم باید صبور باشن، یکم امیدوار باشن و تلاش کنن. خیلی مهمه تلاش کنن، چون من دختر تلاش میکنم، چرا تو نکنی؟ خب بکن، تلاش کن. به نظرم. بعد اینکه تا حالا عاشق شدی؟ معلومه. آره بابا، واقعا یه سری مگه میشه آدم عاشق نشده باشه؟ شاید شده باشن، شاید نشده باشن. الان کلمه عشق اومد تا حالا عاشق شدی کسی نمیاد تو ذهنم. اصلا کسی نمیاد تو ذهنم، فقط اینکه یه احسای بدی که مثلا از گذشته یه سری روابط داشتم اومد تو ذهنم. چرا بعد کنی؟ مرسی بچه‌ها که تا اینجا همراه من بودین، حرفای منو گوش کردین. امیدوارم که بیوگرافی که از خودم دادم راجع به خودم رو براتون اوکی باشه، مورد پسندتون باشه. خوشحال میشم که ویدیو منو لایک کنی، برام کامنت بذارین. اگه سوال دیگه هم دارین حتما تو کامنت ها بنویسید که حتما جواب میدم. خوشحال میشم که چنل منو سابسکرایب کنید و منو همراهی کنید. مرسی، خدافظ.